سلام و روز بخیر خدمت شما مسلمانان عزیز، جوانان محترم، جوانایی که میخواین یواش یواش راه را پیدا کنین، میخواین تحقیق کنین. زمان جاهلیت گم شده، زمان جاهلیت یواش یواش محو میشه و پاک میشه. زمانی که در گوش ما شما میخواندن که صحابه کرام هرچی که دلشان خواستن کردن، در وقت صحابه کرام اونا به ما مربوط نیست. اینا گپای جاهلیت است، گپای کسایی است که ما شما را میخواین کور نگاه کنن. به خصوص جوانای اهل سنت و جماعت شما را کور نگاه میکنن که مثلا معاویه خیز در مقابل خلیفه چهارم، به قول شما جماعت سنت، در مقابل خلیفه چهارم معاویه خیز جنگ کرد. پدرش ابو سفیان بزرگترین دشمن پیامبر اکرم بود. مادرش اند جگرخوار، برادر خانده، برادر رضایی حضرت پیامبرش جگرش دندان کند، کشتش و جگرش شهیدش کرد، جگرش دندان کرد. و نواسه و ابو سفیان بچه معاویه آمد، نواسه پیامبر خدا را به شهادت رساند، با فامیلش با خاندانش اسیر گرفت و این همه تباهی کردن. و اینها شما را میگن که با اونها رضی الله بگوین، اونها صحابه کرام بودن، هر کاری که دلشان خواست کردن. او جوانی که اهل منطق و عقل است میفهمه که نخیر، صحابه کرام اونها نبودن. خب ما دیروز در یک لایف بودم که یک استادی که به پیشوند نام خود نام استاد مانده میگه که اگر ابوبکر برای خود جانشین تعیین کرده بود، مشیعه میشم. اینا آنقدر مذهبشان برشان بی معنا و بی مفهوم است، آنقدر اینا دلنگان هستند که چشم برم زدن شیعه میشن، یا چشم برم زدن نام خود تغییر میدن، یا چشم برم زدن صفحه تیک تاک خود پاک میکنن، یا چشم زدن دیگه. یا واقعا شرم است، واقعا شرم است و خجالت است بر از این مردمی که اینجا آمدن. ما کی هستم؟ ما یک آدم بسیار معمولی و نرمال، مثل میلیون ها صدها میلیون انسان دیگه، یک آدم نرمال معمولی، یک خیاط نرمال. چرا یک ویدیوها را جور میکنم؟ ویدیوها را به خاطر جور میکنم که یک ملای وهابی انگلیسی یهودیه که از نروژ یک ریش سفید پخش میکنه و میگه که شیعه مسلمان نیستن. مرا زور داده. میخوایم که با وجودی که نه علم دارم، من علم ندارم، من آدم عالم نیستم، یادتان باشه من یک آدم معمولی هستم، یک آدم بی سواد معمولی. میخوایم ویدیوها رو جور کنم و منبعی که من میگیرم گوگل است. گوگل بسیار از این ملاهای ناقکی و ملاهای چلوگکای ناقکی دشمن گوگل هستند. چرا دشمن گوگل هستند؟ چون این همه معلومات در گوگل نهفته. شیام آمده با تمام قوای خود تمام معلومات خود در گوگل داخل کرده، زحمت کشیده. سنیام آمده تمام معلومات خود در داخل گوگل داخل کرده. گوگل برای ما شما یک نوکر مفت است. هر کس که نمیفهمه بفهمه این گوگل یک نوکر مفت است که برای شما خدمت میکنه. شما را میگه که در فلانه آیه و فلانه حدیث و فلانه حدیث پیامبر در صحیح بخاری هست، این نمرهش است. اگر شما میخواین که بفهمین که واقعا دروغ گفته یا راست گفته، برین اون کتاب صحیح بخاری رو باز کنین. من که نمیکنم، من نیاز ندارم. وقتی که میگه حدیث 1000 قبولش میکنم دیگه، هیچ کدام مشکل ندارم. من نمیخوایم برو پیدا کنم باز کنم، چون میگن نشته کرده. به خاطر چی؟ به خاطر که من میفهم که مردم سنی معلومات در اونجا ماندن. ما حالا پرسان میکنم که آیا ابوبکر بر خود جانشین تعیین کرد یا نه؟ نفر گفته بود که اگر ابوبکر جانشین تعیین کرده بود، من شیعه میشم. بسم الله. آیا ابوبکر بعد از خود جانشین تعیین کرد؟ بله، ابوبکر قبل از درگذشت خود عمر بن خطاب را به عنوان جانشین تعیین کرد. او پس از مشورت با برخی از صحابه بزرگ عهدنامه‌ای نوشت و در آن به صراحت عمر را برای خلافت بعدی معرفی کرد تا از اختلاف در میان مسلمانان جلوگیری کند. سوال دیروز ما از این آدمایی بود که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اون درایت خود، با فهم خود فرستاده الله، نمیفهمید که برای خود جانشین تعیین کنه. اما ابوبکر فهمید که اگر جانشین تعیین نکنه امت اسلامی درگیر جنگ و دعوا و اینا میشن. محمد نفهمیدی؟ فهمید؟ یعنی محمد برای خود جانشین تعیین نکرد، یاد نداشت، نمیفهمید. اما این آدم اما قدر درایت داشت و فهم داشت که برای خود جانشین تعیین کرد. روایات در منبع موثق اهل سنت و جماعت میخوایم ازت که ابوبکر برای خود جانشین تعیین کرده، مثلا در صحیح بخاری یا در کتب مقدس اینها.
در منابع معتبر و موثق اهل سنت و جماعت، موضوع تعیین عمر بن خطاب به عنوان جانشین توسط ابوبکر صدیق یک حقیقت تاریخی قطعی و مسلم است. با این حال، باید توجه داشت که ساختار این گزارش‌ها در کتب حدیثی مانند صحیح بخاری و کتب تاریخی کلامی متفاوت است. در ادامه مستندات این واقعه را از کتب معتبر اهل سنت بررسی می‌کنیم. 1. اشاره به استخلاف تعیین جانشین در صحیح بخاری. در صحیح بخاری، معتبرترین کتاب حدیثی اهل سنت، روایتی طولانی از عبدالله ابن عمر، فرزند خلیفه دوم، نقل شده است که در آن ببخشید که در بین ویدیو گرفتن تلفن آمد. تلفنم این ویدیو لایو است، ما نمیخوایم قطع کنیم. 1 دقیقه صدای زنگ تلفن میاد که معذرت میخوایم. حالا ادامه میدیم گپایش. درباره تعیین یا عدم تعیین جانشین صحبت می‌کند. او در این سخنان به صراحت به کار ابوبکر اشاره می‌کند. ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابوبکر و ان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ترجمه: عمر بن خطاب گفت: اگر من جانشین تعیین کنم، همانا کسی که از من بهتر بود، یعنی ابوبکر، جانشین تعیین کرد، و اگر تعیین جانشین را واگذار کنم، تعیین نکنم، همانا کسی که از من بهتر بود، یعنی رسول خدا، چنین کرد و کار را به مردم واگذار نمود. منبع: صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف، حدیث 7218. این روایت در صحیح بخاری ثابت می‌کند که در نگاه صحابه و عمر بن خطاب، فعل ابوبکر سیره بر استخلاف، نصب و تعیین مستقیم جانشین بوده است. دیو: جزئیات وصیت و عهدنامه ابوبکر در کتب تاریخی اهل سنت. کتب تاریخی و روایی معتبر اهل سنت، جزئیات نوشتن عهدنامه خلافت عمر توسط ابوبکر را با سندهای مختلف ذکر کرده اند. معروفترین این گزارش‌ها به شرح زیر است: تاریخ طبری، تاریخ الامم و الملوک. محمد ابن جریر طبری نقل می‌کند که ابوبکر در روزهای پایانی عمر خود، عثمان ابن عفان را احضار کرد تا وصیت‌نامه‌ای بنویسد. در متن این عهدنامه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما عهد ابو بکر بن ابی قحافة فی آخر عهده بالدنیا، ان استخلفت علیکم عمر بن الخطاب فاسمعوا له و اطیعوا. ترجمه: بسم الله الرحمن الرحیم. این عهدی است که ابوبکر بن ابی قحافه در اواخر عمر دنیوی خود می‌نویسد: من عمر بن خطاب را بر شما جانشین قرار دادم، پس به سخن او گوش فرا دهید و از او اطاعت کنید. منبع: تاریخ الطبری، جیم 3 429، حوادث سال 13 هجری. الطبقات الکبری، ابن سعد از علمای بزرگ و متقدم اهل سنت در کتاب خود آورده است که پس از نوشتن این نامه، عهدنامه را به مسجد بردند و غلام ابوبکر به نام شدید آن را در دست داشت و عمر بن خطاب نیز همراه او بود. عمر به مردم می گفت: ای مردم، بشنوید و اطاعت کنید از سخن خلیفه رسول خدا که او در حق شما کوتاهی نکرده و خیرخواهی نموده است. منبع: الطبقات الکبری، ابن سعد، جیم 3 200. نتیجه گیری علمی و کلامی. از دیدگاه کلامی اهل سنت و جماعت، مثلا در کتاب المواقف قاضی عزدالدین ایجی، راه‌های ثبوت خلافت و امامت چند چیز است: یا بیعت اهل حل و عقد مانند ابوبکر، یا نص و استخلاف خلیفه قبلی مانند عمر بن خطاب که با نص ابوبکر به خلافت رسید، و یا شورا مانند عثمان. بنابراین تعیین جانشین توسط ابوبکر نه تنها یک واقعیت تاریخی، بلکه یکی از مبانی مشروعیت خلافت در فقه سیاسی اهل سنت است. یعنی ابوبکر جانشین تعیین کرده. حالا بیا ایره پورا کو، بیا جورش کن، خانه خالی تا فول کو. قضاوت با خود شماست. نفر به زبان خود دیروز گفت که اگر ابوبکر جانشین برای خود تعیین کرده بود، من روی خود سیاه میکنم، شیعه میشم. شیعه شدنم برایش روی سیاگی است، روی سیاگی هم برایش روی سیاگی است. ما نمیخوایم که در دقیقه برسانم، عزیزیاتر نیاز نیست. از اینکه تلفن ما زنگ اومد و تینگ تینگ کرد، ببخشید.